به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام و درود به پایان بر مردم اهل هوشیار زمین غربستان. انشاءالله اینک امروز روز عید رمضان و روز حج المساکین سعید الجمعه بر شما اول مبارک باشد. برادران، اینک برادران اهل اسلام، اهل مسجد، اهل هوشیار زمین در اینجا یعنی عید ماه شریف رمضان را گذرانده بازی فوتبال در تشکیل بازی فوتبال بازی گذشته ساده است. دوملو یک دست برای مخلصو کماندش کاتیانا دوملو انشالله شاگرداش کات باز داره. درباره بازی یک چیز گفتگی هست برای مسافرو؟ این پروردگار اولین مرتبه یوتا سیاست سلامت دارم. من روزهای مبارک پیشو گرفتن گیریم. من بچه‌ای که بازی کردن نامدم عشق و محبت یعنی بالاتر شدن. من بازی دائم بردام کردن گیرم. آمین. لازمی هم کوشش کردید یک البته انشالله در اینجا پاورم انشالله خود پختاسیان در روز عید الله مبارک کنه و روز حج فرضیه بر اینا نصیب روزی بگردونه. حاجی اما که طریقتی بابای نرزیبا انشالله پاور بهترین. یه چیزی که چنان که ایجاد مبارک باشه. انشالله با تمام کل شما برادرها مبارک بودی دارن. شما چی میگم اقتالی؟ عمری دراز شد، رزق فراخ شد، پروردگار اومدی کار شد، صحبت کاراشو بخیر شد، پروردگار سیر رفته سلامت بیام پروردگار. الله اکبر. بسیار ببینیم. اومدی کاراشو شد. رحمت باشه. بی ترتیب نگردن، خوش رو کار کردن پروردگار. الله مبارک. اومدی کار شد. من انشالله دوملا بازی تمام کردم آمدن حرکت به فکر من برای جمعه. دوملا اگه سپاس الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله. الحمدلله امروز روز شادی خرسندی در تمام عالم اسلامی چه ما هم امروز خداخواهی خرسندی پیشواز میگیریم. چه مسابقه های انشاءالله خداخواد فوتبالی چه دیگر جوانان البته انشاءالله خداخواد چه در اسلام هم سپورت انشاءالله خداخواد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. انشاءالله گفتنی هستیم برای همه شما عزیزان دل. خداوند این عید باردگر مبارک بگرداند. خداوند در عمر شما، در رزق شما، در کار و شما الله سبحانه اله برکات فرماید. امروز روز دو عید است، عید رمضان، عید جمعه و هر یک ما شما الله اله مبارک گرداند. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله در خدمت خلق امروزه ما اساسگزار اکای عبدالله و اکای روشنجان هستند که حالا در خدمت خلق هستند در مغازه ها گشته ایستادن انشاءالله. به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. سلام و درود به پایان بر مردم اهل هوشیار زمین غربستان. انشاءالله اینک امروز روز عید رمضان و روز حج المساکین سعید الجمعه بر شما اول مبارک باشد. برادران، اینک برادران اهل اسلام، اهل مسجد، اهل هوشیار زمین در اینجا یعنی عید ماه شریف رمضان را گذرانده بازی فوتبال در تشکیل بازی فوتبال بازی گذشته ساده است. یکی از کماندای دوملوکتی انشاءالله من خدا در اینجا مخلصان فوتبال خواهشمنده بازیگرا بازی رو دیده ایستادن و در آنجا انشاءالله پاورون ایشار بای نرزی بای کتی بای تختلی با یاردم بچه ها یک آش خوب بحری بازیگرای فوتبال تیار کرده ایستادیان انشاءالله و نیمی خلق در درونی همین خدا خواهد چایخونه اکای فاروق برادر ما هستن. اینا که بازی را نگاه کنیم برادر. انشاءالله هر یکی غریبان را الله عز و جل در حفظ و پناه خود نگه دارد.
توپ در دست اکای زمیرجان. توپ در داملو غلطید و توپ از میدان بیرون شد. انشالله ولی نسبی خلق در راه است اومده است یعنی انشالله تشکیلاتچی بازی فوتبال اکای علیشیر که در محله هوشیار که بازی ها را گذرانده می‌دهند. یک کمانده دیگه کمانده که دیلوارم اومد. دوملو مجیبولو با همراه شاگرداش شد. دوملو یک دست اوچ کنه. خورسندی انشالله در بین اهل مسجد جامع هوشیار و اهل بیت هوشیار زمین اهل دهه هوشیار زمین است انشالله. در اینجا دوملو هم بازیگرن هم ترینر که بازی رو فهمانده استودیو. ساختار رو کی میگیرم؟ دوملو یک دست صبر برای مخلصو کمانداش کاتیانا دوملو انشالله شاگرداش کات باز دوره. یک تمام مخلصان فوتبال که نوار رو بازی رو دیده چیز است. من بازیگرای نو ما هستیم انشالله. و در اینجا یک کمانده دیگه استفاده مخصوص. دوملو درباره بازی یک چیز گفتگی هست برای مسافرها؟ این پروردگار اولین مرتبه یوتاش سلامت دارم. من روزهای مبارک پیشو گرفتن گیریم. من یک بچه‌ای که بازی کردن نامدم عشق و محبت یه بالاتر شدن. من موضوع دایم بر دوام کردن گیرم. آمین. بازی هم خوشش کار شد یک ها البته البته. رحمت خدا بر این بچه‌ای که در همینجا همینجا کار استودیان هم یکاشون تمام سلامت ایدون تمام چه همینجا تمام دارن. حوز میپرتیم دوملو خدا خدا شهر مسافرت و تاجیکستان نگاه دارم بازی را. البته برکت هم ماشین پروردگار این روزای مبارک گردونم. من با عشق و محبت من کارهایی که در پی استودیان نکردن نه خدای تعالی هم یک نب دیدار رو باید کنه. آمین. برکت آمین. در نمیام خدا. باید که دروای شما جوی وایش نیکو. من خیلی مقابل دستیم و میکشیم. انشالله در اینجا پاورم انشالله خود پختاسیان در روز عید الله مبارک کنه و روز حج فرضیه بر اینا نصیب روزی بگردونه. انا حاجی اما که طریقتی بابای نرزیبا انشالله پاور بهترین. یه چیزی که چند وقته ایجاد مبارک باشه. انشالله با تمام کل شما برادرها مبارک بودی دارن. شما چی میگم اقتلی؟
عمری دراز شد یا رزق فراخ شد پروردگار اومدی کار شد یا شهر رفته سلامت بیان عاقبت کاراشو بخیر پروردگار شهر رفته سلامت بیان پروردگار الله اکبر بسیار اومدی کار شد یا رحمت با شما ترتیب نگردن خوش رو کار کرده گردن پروردگار الله مبارک اومدی کار شد یا انشالله یک یاردمچی پاورهای امروزه ما امکی تختلی در تیار کردن سلط آش انشالله یکون چی کتانی هستی امکی تختلی؟ استودنت های وای سفر کردگی ها باید تبریک کنی خدا خواهد انشالله ایدای امروزی دراز شد یا رزق فراخ در کاراش و برکت عطا فرما آمین رحمت باشه انشالله در اینجا صحبت اسلامی برادران که از بازی فوتبال اومده در اینجا استراحت دارم من انشالله دوملا بازی تمام کردم بعد حرکت به فکر من برای جمعه دوملا اگه صحبت کنید الحمدلله والصلاه والسلام علی رسول الله الحمدلله امروز روز شادی خرسندی در تمام عالم اسلامی چه ما هم امروز خداخواهی خرسندی پیشواز میگیریم چه مسابقه های ان شاء الله خداخواد فوتبالی چه دیگر جوانان البته ان شاء الله خداخواد چه در اسلام هم سپورت ان شاء الله خداخواد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است ان شاء الله گفتنی هستیم برای همه شما عزیزان دل خداوند این ایده باریدگرد مبارک بگردوند خداوند در عمر شما در رزق شما در کار و شما الله سبحانه اله برکات دماید امروز روز دو عید است عید رمضان عید جمعه و هر یک ما شما الله اله مبارک گردوند سلام علیکم و رحمت الله و برکاته ان شاء الله در خدمت خلق امروزه ما اساسگزار اکای عبدالله و اکای روشنجان هستند که حالا در خدمت خلق هستند در مغازه ها گشته ایستادن ان شاء الله